شیرین منظرова با فعالیت صاحبکاری با شغل دوزندگی وارد گشت. با این شغل او از دوره کودکی ذوق کلان داشت. زیرا دوزندگی در اولیای آنها شغل میراثی است. ما شیرازدوزی را در صنف یکمیم شیرازبافی را در صنف یکمیم یاد گرفتگیم. می‌بافتم شیرازی پوچه. او وقتا دا همه در پوچه‌شون شیراز می‌موندن. شیرازای بازاری می‌گفتن. شیرازای می‌بافتیم با چی می‌کردیم؟ می‌دوختیم بالوشا نقش قطعی پر می‌کردیم. امی بافتن یمی شیرازه در صنف یکمیم یاد گرفتم. تا صنف چهارمی من فقط شیراز می‌بافتم. شیراز می‌بافتیم، می‌دوختیم، سودا می‌کردیم. یک تا شیرازی 20 درهم بود. 20 تین می‌گفتن چنده. 20 تین سودا می‌کردیم. بسیار ترگی امی اومدی پرازنیکای هفتم نوامبر میشید، یکمی مای میشید. با خودمون سون تیار می‌کردیم که سون نکوییم. این کارگاه شیرین ما می باشد. این زنان و دختران شاگردان او می باشند. آنها وابسته به طلبات امروزه آدمان لباس می دوزند. این زردوزی ها چکن و کورتای چکن برای دختران، سر و لباس ملی برای کودکان، تاقی های چکن محصول کارهای آنها می باشند. ما امی سوزان قطعی چیزی که باشه امی کوشش میکنم که ایودایم کار برآمده بتونم. چی اینا کورت پچه و مغزیمونی سر کردگی تو بچه داره. تو این مثال جلکای، شلوارای، مثال کستون چای دخترونای، چیزی که باشه کستون چای بچگونای، جلک چاو در این نوروزی میدوزیم برای کودکورا. همین چی کاری را که ببینم ایوداش میتونم که ببرم. ای خودم باوری دارم خیلی سلامتی باشه. محصولات هایی که اینجا استحصال می‌گردد قریب که همه‌شان فرمایشی می‌باشند میگوید شیرین ما. از درآمدیان یک قسم روزگاری اویله را پیش بردن ممکن است. یاردم در اویله میشود. خیلی یاردم میشود. اگه 100% کنی ممکن یک 50%، 60% یاردم شود اویله رو میشود. اینا ما یک کتر میدوزیم 1200 تومان سوداش میکنیم. تو 1500. مثال نمالی میونه تکسری ها 35 تو 40 تومان سودا میکنیم. خیلی میشود در زندگی یک کمبودی خونه را بود کرده میتونی. یاردم میشود که این مثال ما وقتی که دخترم خونه دور کردم امی هنر ایدستی خودت که نه میره چند قسم میتی و کرتا میدوزانی یا که مثال پاپور میزنی و شیفکا میگفتن ما با دخترم کرتوشون و شیفکا ام دخترم آموزوندم خودم خودم یک جویا قطعی نکیلنم کرتوی ام دخترم دوختم کرتوی کیلن ما اینا کرتاچا میدوزم همسایه سودا میکنم میشه و خیلی. شیرین ما همچون زنی صاحبکار در سمت رشد هنرهای ملی در سال 2020 صاحب گرانت پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان گشت. این با او امکانیت داد که دستگاه‌های نوی زمانوی دوزندگی دسترس نموده صفت دوخت لباسهایش را باز هم بهتر نماید. در برابر این زنان و دختران بیشغل خانشین را با آموزش هنرهای ملی از قبیل چکندوزی و دوزندگی جلب نمود. 10 سال یا 12 سال همی کارا عموما بین رفتم که دیگه نبودم این چیزو نمیکردیم برای که امیره هیچ کس اهمیت نمیداد. دوره امی بعدی جنگی برادرکش بود با فکرم که دیگه یگون کس اهمیت نمیداد امی کارا نمیکردن. ما خیلی بس کردیم دیگه نکردیم. خیلی شگرانه دوره استقلال که با امی جنوبی عالی امی هنرهای مردمی را با احیا کرده. مثال زنا و دخترای مثال تاجیکستان با دستگیری کرد با گرند داد. ما هم حسابی هم یک زنی گرند گیرنده خیلی خواستم که با همی دخترکایی که این مثال رنگ همون دوره خدمواری همی میده کن میخوام که همی را با همی کارای یاد گرفتگی خدمت با آموزونم که همی حق زیبین نروند. با یک خیلی میشه وقتی که با همی یادنی کارشون میاد کارمتشون میشه و یک
مثال کمبودیشو نابود میکنن. شیرین‌مو در سمت پیش بردن فعالیت با تاریخ و طلبات‌های امروزه جامعه تاکید دارد. بخشیده به سالهای رشد دهود، سیاحی و هنرهای مردمی رسم سیاح را گلدوزی کرده است. این رسم قهرمان تاجیکستان شیرینشاه شاه تیموروف است. همین طور چهره‌های دیگری شناخته تاریخی تاجیکستان را برای به جا آوردن احترام آنها او مقصد گلدوزی کردن را دارد. عکس ترسونزاده در عرفه انجامیابی میباشد. وقتی که ما گرانتی پرزیدنتی را که گرفتم خواستم که امی یک کاری را کنم که جواباً با امو دستگیری جنابی اولی یک هنر خدمت نشان داده بتونم برای امو خیلی نمیدونم 100% برآمده میتونم نمیتونم مقصد کردم که امی قهرمانی تاجیکستان رسمشون تیار کنم. کدام آدمی گفت که اگر یگان جوش خطا کنی جوابگرتون میکنن برای امو با کمتر ایست کردیم. طلبات به محصولات‌های دختر شیرین‌مو و این زنان می‌افزایند، اما کارگاه‌های دوزندگی منزل استقامتی شیرین‌مو خرد میباشد. مقصد هست که تیار کنیم بزرگ برای فروش بمونیم. مقصد هست خیلی خدا روزی شود کوشش کردستیم. در زمان صاحب استقلالی تاجیکستان و قبول گردیدن یک قطار سندهای معیاری حقوقی در سمت برابر حقوق زنان و مردان در تاجیکستان در قطار دیگر شهر و ناحیه‌های تاجیکستان در ناحیه واسه زنان به فعالیت‌های گوناگون صاحبکاری مشغول هستند. یکی از سمت‌های فعالیت شعبه کار با زنان و عائله در این سمت این کمک رسانیدن به این زنان میباشد. از سال 2016 تا این جانب تا سال 2020 زنان ما زنان فعالی که از طریق گیرندگان گرانتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به 10 نفر رسیدن که مبلغ عمومی که در بر گرفتن 210,000 سامانی را در بر میگیرد. از جانب گرانت رئیس ولایت ختم باشد 4 نفر زنها گیرنده گرانت رئیس ولایت ختم سزاوار شدند. در سال 2021 از طرف رئیس ناحیه با مکتوب ارسال شده با جمهوری تاجیکستان گیرنده گرانت پرزیدنت 4 نفر پیشنهاد کرده شد، با رئیس ولایت ختم 6 نفر زنها پیشنهاد کرده شد. این صفر کم است با مقایسه با زنان ما کم است به خاطری که آزمون اعلان شد و ما دیرتر خبردار شدیم با واسطه مجله و اخبارات ها شدن دیرتر خبردار شدیم. همین قبل نفر امسال ما 10 نفر پیشنهاد کردیم از ناحیه واسطه. طبق اطلاع دلفروز عبدالحق‌زاده مدیر شعبه کار با زنان و عائله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه واسه در سمت جلب زنان به فعالیت صاحبکاری آنها از روی برنامه‌های دولتی عمل نموده میان زنان و دختران کارهای ترغیباتی بردند. در سمت فعالیت صاحبکاری به مانند شیرین‌مو نظر و بسیار زنان و بانوان ناحیه دستگیری یافتند. با حسابی در قید نظارت اندازه ناحیه 831 نفر زنها با شهادت نامه فعالیت میکنند. 720 نفر دیگه با پتنت فعالیت میکنند که این زنها بسیارتر در بازار و مغازه هایی که فروش محصولات یکم درجه هستند. بعد با در برابری که زنهایی که ما هستند بسیارتر زنهای خواجگی و دهقانی که در نظارت انداز به قید گرفته می شوند، یعنی از حساب گرانت پرزیدنتی گرفتن، یعنی برای لایه هایی که گرمخانه تاسیس می دهند، لایه هایی که زنبور پروری هستند در خواجگی و دهقانی، لایه هایی که هستند با چارواداری مشغول می شوند، اینها حساب زنها هستند در دهات هستند. این سمتی که در برابر این رسیدن یعنی که حساب خواجگی و دهقانی 350 نفر زن و رهبر خواجگی دهقانی هستند. در برابر این که صاحب کاران مشغول هستند 310 نفر با قید شعبه کارگزاران هستند که در ما مراجعت کردند. از فعالیت کارگاه دوزندگی شیرین‌مو نظر و در منزل استقامتیش کارمندان شعبه کار با زنان و عائله شناس هستند. با دستگیری این شعبه شیرین‌مو مقصد دارد که برای برآمدن به بازار دایره فعالیتش را وسع نماید.